چشم اگر حق بین نباشد کور بودن بهتر است. دوست اگر همدرد نباشد دور بودن بهتر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامتی، رحمت، برکت الله را به همه شما خواهان هستم. خداوند همیشه نگهبانتون باشد. ماه شریف رمضان بازم به همه شما مبارک باشد. خب برادرای عزیز، یک برادر اسلامی ما و شما امروز در شهر روسیه یک طرف خدمت برای جوانایی که در روسیه از عالم چشم پوشیده ایستاده‌اند، دفع آنها را کرده ایستاده است، جنازه های آنها را خوانده ایستاده است. از یک طرف دیگر زیاده هزار چند عائله دا کمک خشانه رسانده است. زیاده از 1000 عائله دا کمک رساندگی است و انشاءالله که با کمک رسانده ایستاده است. روز ما یک ثبتشون میمونم، شما تماشا کنین و هر کسی که در شهر روسیه در کرانتین خواب هستند، اگر زنها باشند اگر میتوانند به همین برادر مراجعت کنین. انشاءالله که کمک به شما خواهد رسانید. این برادر رو چگونه دریافت کرد؟ این شبکه یوتیوبیش هست با نام هدایت 1999. سلکش در زیر ویدیو هست. خود در یوتیوب با همین نام نویسین میبروه. درو این خطون خواهد در شبکهش آبونه شوین. چی زکی هست در کانالش با خطون تماشاش بکنین. و این اینستاگرامش هسته. هر کسی که محتاج است زنها باشن اگر میتونن در این اینستاگرام همین عکس بنویسین. انشاءالله کمکش به شما میرسونند. خداوند این برادر ما را بازم خیر بدهد، بازم مالش زیاد بگرداند، برکتش زیاد گرداند و هر کسی که کمک میکند در این ماه شریف رمضان بهر یک برادری که در مشکلی هست، خداوند انشاءالله که دعا میکنیم که مال شما 1,000 گردد. این وعده خدا خودش هست. انشاءالله وقتی در راه خدا که خیر کردی مالت باز زیاد میشود. خیلی ثبته برادر میمونم تماشاش کنیم. برادر اومدیم الحمدلله 120 دلار الحمدلله وای کردیم. تصمیم گرفتیم الحمدلله از سیتش اومدم الحمدلله. این با اومدیم الحمدلله همش اومدیم الحمدلله تقسیم رفته الحمدلله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این برادر اومد در او چی رکلام کرده که برادر کمک میکنه. الحمدلله ما تصمیم گرفتیم این الحمدلله در خدمت این کدومش که زن سرگی هستن الحمدلله به قدری میکنید. الحمدلله دستگیر کردیم چون اون جای ماشین دیگه تقسیم کردیم. این اینجا الحمدلله ما تقسیم کردیم الحمدلله. اینا بار کردیم بار نگو. اینا برادر همه را کلتون بار کردیم. دیگه ماشین شما بسم الله بخواست الله با انشاءالله کمک برای مردم نیازمند انشاءالله به قدری سال به قدری میکنید. خدا راضی باشد. دعوتمون بوده باشد. سلام علیکم. این الحمدلله اینجا با کراکام گرفتگیم الحمدلله رب العالمین. ماشینو که براتش پرشم که یا چای که ادرس شده یا پاکت چای که هر یک اوله دا انشاءالله هر یک روک دا برادر اینا انشاءالله. خب اوردینا خب اینا برینی شکر اوردینا مکرون این الحمدلله چای قوق ماشین برادر روغن الحمدلله یک اویله دا خاصه انشاءالله به قدر امکانات انشاءالله باذن الله تعالی باید میکنیم انشاءالله. خداوند لقم بوده باشه. خداوند قلب ما رو هممون نرم کنه تا اینکه امروز دست بر نیازمندا بگیریم. این آقای بازاری فتوسیتی اومده گیم الحمدلله برای خرید کنی انشاءالله. نیت دارم که 150 کسی دیگر انشاءالله نیازمندا رو انشاءالله باید کنیم انشاءالله دستگیری کنیم برادر. فهمیدین؟
خداوند قبول کنه. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواستم این حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای شما گوشزد بکنم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید تصدقوا فانه یأتی علیکم زمان یمشی الرجل بصدقته. پیغمبر خدا میگه که برای یکی ما شما گوشزد میکند که ای کسی که قدرت توانایی داری پس صدقات بکن امروز مالت را. و یقول الرجل لو جئت بها بالامس لقبلتها فاليوم فلا حاجة لي بها. رواه البخاري. پیغمبر خدا صلی الله علیه و که ای جوان مرد امروز که قدرت توانایی داری پس دست نیازمندا را بگی، زیرا که روز می شود این مال اموال تو دنیا را میگرد یک حتی یک کمبغل حتی یک نیازمند بیاوی حتی مال خودت و صدقات خیر بکنی یگان نیازمند نمیاوی. اون نیازمند چی میگفته؟ اگر همین مال و اموال صدقات خیر دین میواری قبول میکردم، یعنی که دیروز میواری قبول میکردم. در حالت کرانتین که مردم که نیاز داشتن اگر میواری قبول میکردم. امروز که ما الحمدلله کرانتین برام اومدیم کار میکنیم نیاز به حاجت شما ندارم. مقصد این حدیث برایش گفتن ما چیه؟ برایش ما برادران که ما باید در حالت کرانتین ما باید مردم دستگیری بکنیم. ما باید دست ماه شریف رمضان ماه رحمت که دست نیازمندان را بگیریم. انشالله الله مال ما و شما زیاد میکنه. ما الحمدلله خب نیت کرده بودیم که الحمدلله چندین نیازمندان را به خاص الله با یاردم یاد برادر الحمدلله ما دستگیری کردیم و ما با برادرمان صدای امید به شبکه‌اش مراجعت کردیم که همون نیازمندایی که در شما می‌نویسن حواله را با ما انشالله ارسال کنیم. ما با خاص الله الحمدلله رب العالمین کمک خود را میرسانیم. الحمدلله رب العالمین برادرمون که در شبکه‌اش آشکار کرد با ما الحمدلله امروزا صدها اویلو نویسن. الحمدلله امروز 150 اویلو را از نام اون برادر نویسن. الحمدلله با خاص الله دسترس کردیم دادیم شما. و برادر الحمدلله ما گفتن هستیم که برادر صدای امید الله مهربان شما را در همین اجر صدقات خداوند شما را در نامه اعمالتان نوشته بگرداند، زیرا که شما دائم در فکر مردمی مهاجر هستید. خداوند شما را اجر ثواب خداوند شما را خوش بگرداند. و در آخر دعا میکنم که خداوند این وبا را از سر عالم دور بگرداند و خداوند مردم مهاجر نگهبان باشه. و دعا میکنم خداوند این وبا را از وطن عزیز ما خداوند دور بگردانه و ما را خداوند توفیق انصاف بده. خداوند این صدقات برادری کرده است خداوند صدقاتشون قبول فرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه جا در خدمت مردم نیازمنده امید جان برادر ان شاء الله بعدا صحبت میکنیم. خداوند نگهبان تو باشه. بسم الله الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین و على آله و اصحابه اجمعین. با کمک با خاص الله این الحمد دستگیری در مردم هستیم. خداوند این بلا را از سر عالم دور بگردانه و خداوند انشاءالله این کسایی که در الله خیر میکنن خداوند یکشون 10 میگردونه، زیرا که الله خودش میگه یا ابن آدم انفق علیه. ای فرزند آدم تو که خیر بکن، تو که صدقات که الله میگه من مال زیاد میکنم. برای این برادر این الحمدلله خداوند یکی ما شما نگهبان باشه. الحمدلله برای این برادر جان شما هم به حق ما با دعا باشه. برادر امید جان الله برکتتون تیا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا الحمدلله ما در خدمت برادرها هستیم. خداوند باقی همه ما نگهبان. این آوازی بازار پوتوسیتی اومده گیم الحمدلله برای خرید کنی. ان شاء الله نیت دارم که 150 کسی دیگر ان شاء الله نیازمندا رو ان شاء الله بکنیم، ان شاء الله دستگیری کنیم. برادر فهمیدین؟ خداوند قبول کنه. برادر امید جان الحمدلله 120 دلار الحمدلله وای کردیم. تصمیم گرفتم الحمدلله از سیتش اومدن الحمدلله. این با اومدن الحمدلله همش اومدن الحمدلله تقسیم رفته الحمدلله. خب برادرای عزیز خدمتتون تماشا کردین و این برادر گفته که انسان‌هایی که از روی تو نویسن، یعنی که ما را گفته از روی تو مراجعت کرده هستند، این ما هم کمک را کرده استیم. ما یک نوار کردیم در شبکه کلید اسرار. این همین شبکه ما هستیم. سیلکش ما در زیر همین ویدیو میمونم برای کمک در همین شبکه کردگی بدیم. بدون شبکه را نظاره بکنین. بسیار فیلم‌های تربیوی، قصه ها و بسیار موضوعهای جالب در این شبکه ما نشر کرده استیم. میتونین که در همینجا تماشا کنین بسیار نوارای ما را
و بسیار انشاءالله که نوارهای خوب است برای همه ما و شما. ما در همون شبکه که کردگی بدیم این برادر با هم سبب گفته ایستاده است. خیر کسی که محتاج است، کسی که میخواد برادر دستگیر کنه، که در زیر ویدیو میتونید روی دستگیری کنید برادر. خب خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد. الله مهربان این برادر ما را خیر بدهد که در این ماه شریف رمضان یک کار بزرگ را انجام داده ایستاده است. فی امان الله. خداوند نگهبان.